صدا و تصویر همان زن قاتله. گلسوم اکبری هستم، ساکن ساری و مر جنون دست داوه می دست نیه. زنی که در تازه ترین اعترافاتش هم خودش و هم تیتر خبرها رو ترسناکتر میکنه. تا این لحظه تعداد 11 فقره قتل به اصطلاح انجام شده، قطعی شده. یک مورد هم سوء قصد بوده که طرف متوجه شده و پیشگیری کرده از قتل. چند ازدواج داشتین تا این لحظه؟ 13 تا بیه، 14 تا 15 تا نه. کلثوم 55 ساله شگردش پیدا کردن مردان تنها، پولدار و سالمند بود. اولین قتلش رو سال 80 انجام داد و بعدش هر 2 سال یک نفر رو به اون دنیا فرستاد. دیگه مشترکتون چند روز یا چند ماه طول کشیه برای هر کدومشون؟ ندون به 1 ماه کشیه، 20 روز کشیه، 10 ماه کشیه، 1 سال کشیه ندون به. با قرص هایی که قاطی آب و نوشابه و دوغ میکرد. قرص دامه، قرص غن، بعد تتمه ماسنه بیشونه با گله. با حوله. 13 مورد ازدواجش در یک شهر و روستا نبود که بهش مشکوک بشن. اتا محمود آباد بردمی، ات جوار بردمی، دیتا بابول بردمی، نکا بردمی. با ازدواج و بعدش هم قتل، پول و اموال قابل توجهی هم در این سالها عایدش شد. 75 میلیون بیت من، 240 میلیون بیت من، 14 تا چکه بی. تا مرگ مشکوک پیرمردی در محمود آباد پایانی شد به قتل‌های سریالی این زن. اولیای دم اون افراد رو شناسایی کردیم، باشون صحبت کردیم، دیدیم که تقریبا نحوه فوت اون افراد هم شبیه به همین قتل اخیره. این دومین قتل سریالی توسط یک زن در کشوره. اولین قاتل سریالی فردی بود به نام